به اندیشه شما چرا مقامات تاجیکستان الکساندر صادقوف را هدف گرفتند؟ من میفهمم که اوضاع در خاروق بسیار حساس است و آنها از وضع امنیتی در اینجا نگرانند. آنها از وضع افغانستان در تشویشند. به فکر من چنین به نظر میرسد که آنها از تمام فعالیت‌هایی که در خاروق صورت میگیرد بسیار عصبانی‌اند. به فکر من شاید تقدیر الکساندر بد بوده است. شاید او را برای آن هدف گرفتند که بسیار عصبانی‌اند و آماده‌اند هر گونه اقدام را عملی کنند تا همه چیز تحت نظارتشان باشد. شما گفتید که در سفارت بریتانیا از شما خواستند تاجیکستان را ترک کنید. آیا علامتی وجود داشت که مقامات تاجیکستان شاید با شما هم کار بگیرند؟ به من مستقیما تهدید نکردند و یا مستقیما از حکومت نگفتند که تاجیکستان را ترک کنم، ولی زمانی مشکلی بود و ادعاها و گفتگوهای درباره جاسوسی و این گونه چیزها وجود داشت که گویا در آنها من هم به نوع شریک بودم. من رفیقانی دارم که به من گفتند که شاید به من خطر تهدید میکند. چنین به نظر می رسید که از نظر اوضاع سیاسی و هم از نظر امنیت خصوصی برای من بهتر است تا تاجیکستان را ترک کنم. شما برای آزادی الکساندر صادقوف معرکه گسترده را به راه انداختید و ما شاهدی آن هستیم که دانشمندان زیاد، سازمان‌های حامی حقوق برای رهایی او صدا بلند کردند. آیا چیزی از حکومت بریتانیا هم شنیدید که مسئله رهایی الکساندر صادقوف را با مقامات تاجیکستان مطرح کرده باشد؟ من میدونم که حکومت بریتانیا این قضیه را با مقامات تاجیکستان در میان گذاشته است. جناب اصل وزیر امور خارجه تاجیکستان این هفته به بریتانیا می آید و به این قضیه رسانه‌های بریتانیایی توجه زیاد ظاهر کردند. اعضای پارلمان بریتانیا این مسئله را با ویلیام هیگ وزیر امور خارجه مطرح میکنند و من امیدوارم که ویلیام هیگ مسئله الکساندر صادقوف را با سراج الدین اصلوف در میان میگذارد.